اگر به تاریخ اندیشه‌های دینی و تاریخ ادیان در کل و اسطوره شناسی علاقه دارین، پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو تا آخر ببینید. من اسلام هستم، به کانال من خوش اومدین و امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام کتابی رو بهتون معرفی بکنم که در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره شناسی خیلی بهتون کمک میکنه و به دردتون میخوره. به نظر من جامع‌ترین و کاملترین کتابه و اون کتاب هم تاریخ اندیشه‌های دینیه که در 3 جلد دین‌پژوه، اسطوره‌شناس و رمان نویس اهل رومانی آقای میچائیل یاده اونو نوشته. قبل از اینکه به توضیح در مورد خود کتاب بپردازم، میخوام یک توضیح مختصر و خلاصه از زندگی آقای میچائیل یاده بهتون بدم. ببینید، آقای میچائیل یاده زاده 9 مارس در سال 1917 در کشور رومانی در شهر بخارست. ایشون در دوره جوانی زبان فارسی، ایتالیایی و انگلیسی رو یاد میگیره به طور کامل. در همون دانشگاه بخارست در مدرک کارشناسی میگیره. بعدش به رشته شرقشناسی علاقه خیلی خاصی پیدا میکنه و به شهر کلکته و دانشگاه کلکته میره و اونجا مطالعه میکنه در زمینه ادیان و اسطوره شناسی و تاریخ دین در شرق و مدرک دکتراش هم در همونجا میگیره. بعد از اون در طول زندگیش دانشگاه مختلفی سفر میکنه، مثل دانشگاه سوربن در فرانسه و در نهایت هم دانشگاه شیکاگو در آمریکا و در سال 1986 هم در همون شهر شیکاگو هم از دنیا میره. اما بزرگترین آثار و بزرگترین کاری که در واقع در زندگیش انجام داده، آثارهای متعددی که حالا چه در قالب رمان چه در قالب دانشنامه و علمی تألیف کرده و نوشته. یک سری رمان‌هایی داره آقای الیاده در همین زمینه تاریخ ادیان که در واقع درون مایه دینی و اسطوره شناسی دارن، مثل رمان‌های جنگل ممنوع، اوباش‌ها، راز دکتر هونینبرگر و مایتری. این کتاب‌هایی که من بهتون اشاره کردم که در قالب رمان آقای الیاده نوشته، درون مایه دینی و اساطیری دارند و اشاره دقیقی دارن نسبت به اینکه چه اسطوره‌هایی فراموش شدن و از یاد رفتن، یعنی در واقع به اسطوره‌های فراموش شده اشاره میکنه در رمان‌هاش. و اما مهمترین اثری که به نظر من این آقا نوشته همین کتاب تاریخ اندیشه‌های دینی در 3 جلده که میراث بزرگی که الیاده برای ما قرار داده. اما بریم در مورد خود کتاب. ببینید کتاب توی 3 جلد که حالا جلد اولش مربوط میشه به عصر حجر تا اسرار الوسیس، جلد دومش میشه از قطب بودا تا مسیحیت و جلد سومش هم میشه از حضرت محمد تا عصر اصلاحات دینی. تو این بحثا، تو این 3 تا کتاب در واقع 3 تا جلد کتابش فصل بندی شده و در هر فصلی از ابتدایی ترین دینی که وجود داشته و بر اساس یافته‌های باستانشناسی ما نسبت بهش اطلاعات داریم شروع میکنه توضیح دادن تا به ادیان پیچیده‌تر برسه، مثلا تا برسه به ادیان مثلا اساطیر یونان و روم، برسه به آیین میترایی در ایران، برسه به هندو در هند، یا برسه مثلا به اساطیری که در مصر قرار گرفتن و اینا رو هی پیچیده میکنه و شباهت‌ها، ویژگی‌ها و میشه گفتش که شاخصه هایی که هر دین داشته رو میاد بررسی میکنه و فلسفه‌ش رو بهتون میگه. مثلا در آیین و مناسکشون اشاره میکنه، مثلا روزه گرفتن، مثل قوس کردن، مثل در واقع قربانی پیشکش کردن به خدایانشون در واقع. اما اون یکی از ویژگی هایی که در کتاب میشه بهش اشاره بکنیم و خیلی مهمه اینه که در رسیدگی به تاریخ ادیانش و هر دینی که داره اشاره میکنه تطبیقی عمل میکنه. یعنی میاد میگه که ما اگه در یونان یک دینی داریم، یک اساطیری وجود دارن، شباهت ها و ویژگی هاشو میاد با یک دین دیگه‌ای در یک منطقه جغرافیایی دیگه‌ای بررسی میکنه. مثلا اگه ما در میشه گفتش که یونان مثلا اسطوره یا خدایی به اسم هفاستوس داریم که به عنوان مثلا صنعتگری و ساخت و ساز و آهنگری میشناسنش، میاد اشاراتی میکنه به اینکه میگه ما تقریبا همین خدا رو به در قالب مصریش داریم، مثلا پتا یا بس مثلا، یا در هند داریم مثل ویشواکاماران یا ویشتوری یا ویشتا در واقع اگه
درست تلفظش بکنم. این تطبیقی عمل کردنش یک دید خیلی کلی و فلسفه جامعی بهتون میده که میگه آقا الان مثلا آهنگری چرا تقدس داره و چرا مردم وقتی داشتن اون اسطوره خودشون اون خدا رو به وجود بیاوردن در طول زمان بهش اشاره کردن و ویژگی آهنگری و صنعتگری هم نسبت بهش دادن یا گفتن. این از نکات مهم کتابه. یک نکته دوم و خوبی که کتاب داره و اشاره کرده بهش اینه که پدیده هایی که در طول زندگی انسان ها از 100,000 200,000 سال پیش یا 300,000 سال پیش اتفاق می افتاده رو و تاثیرشون روی زندگی انسان تا الان رو میاد بررسی میکنه. مثلا برمیگرده میگه که اکتشاف آتش چه تاثیر روی زندگی انسان ها داشت و چه جوری باعث شده که یک اطلاعات دینی جامعی نسبت ما بهش پیدا کنیم و چه جوری روی دین ملت تاثیر میذاره. یا مثلا انقلاب کشاورزی و کشاورزی کردن یک جانشینی مردم در قبلش و در ادامش در واقع که اون مثلا باعث شد به این که انسان ها یک دید خیلی خاص نسبت به کشاورزی و کشت و زرع پیدا کنن. مثلا تو اون هستی شناسیشون که دارن جهان رو شکل میدن اون عمل کشاورزی یا مثلا کاشت گیاه و به همون عمل باروری میدونن که مثلا در میشه گفت زنها اتفاق میفته و براشون تقدس پیدا میکنه، هم جایگاه منزلت زن و هم در اسطوره شناسی و یا دین یا در واقع اون دینی که تشکیل میدن به میشه گفتش که ویژگی مثلا زنانه اشاره میکنه. مثلا میگن مادر زمین داریم یا توی خدایانشون اون خدایانی که مربوط میشن به کشاورزی کردن، حاصل خیزی یا حتی خانه ویژگی های زنانه پیدا میکنن یا در واقع خدایان زنانه ای هن، خدابانو هم در واقع. و خودش به نظر من خیلی نکته مهمیه و از جمله در پیدایش و اکتشافات حالا فلزات و مثل آهن و نقره و حالا مثلا مفرق که اونها هم در معناشناسی و هستی شناسی انسان تاثیر گذاشته و باعث شده که نسبت بهشون اطلاعات دینی پیدا بکنن و دین شناسیشون رو بر پایه اتفاقاتی که توی زندگیشون میفته به وجود بیارن. نکته سومی که به نظر من اثر اصلی ایلیاده تو اینجا خودشون نشون میده و اون طرز تفکر ایلیاده در اونجا قرار میگیره اینه که به عقیده و طرز تفکر ایلیاده در واقع میگه که اون دین و اون امر مقدس بخش جدای ناپذیری از زندگی ما انسان هاست. یعنی برمیگرده میگه که در اون ابتدا که انسان هیچ مثلا امکانات و هیچ گونه مثلا وسیله خاصی نداره و توی جنگل و در کنار غار و یه سری پدیدهای مختلفی مثلا زلزله و آتش فشان و سونامی و سیل دارن به وجود میپیوندن، چجوری میخواد این پدیده ها رو توش معنا پیدا بکنه. در واقع این نیاز انسان به پیدا کردن معنا و معنا بخشی به پدیدهای اطرافشه که باعث شده تا حد خیلی زیادی یا تقریبا تا 100% این دین به وجود بیاد، چیزی که ما الان ازش به عنوان امر مقدس و دین میشناسیم تو قالب امروزیش در واقع. و این خب به نظر من نکته خیلی خوبیه. اما اگه بخوام بهتون انتقاداتی که نسبت به این کتاب و وجود داره بهتون معرفی بکنم، از انتقاداتش میشه به این که حالا کسایی که خیلی تخصصی هستن و میگن که این کتاب خیلی کلی و جامع انگارانه داره در مورد همه دین رو صحبت میکنه. برای من و شما که اطلاعات دینیمون از تاریخ ادیان خیلی کمه، نه این کتاب خیلی هم زیاده، تاریخش هم به شدت تخصصیه، خیلی هم اطلاعات زیادی میده. اما اعتقادی که بهش وارد میکنن از سمت کسایی که مثلا متخصص ترن و میگن که نه مثلا این جامعه نگریش هم سر خوب نیست و تمام مثلا دینا رو خیلی تخصصی تر و طولانی تر در واقع میگفت که در واقع خب از اون طرف هم باعث میشد که دیگه زبون ساده‌ای نداشته باشه واسه من و شما که مخاطب عامیم. خیلی سخت‌تر میشه که بفهمیم مثلا فلان دین چه جوری به وجود اومده یا فلان آیین و مناسک و مثلا رقص و روزه گرفتن چه فلسفه‌ای داره یا مثلا چه شباهتی داره فلان منطقه جغرافیایی ایران با بین النهرین یا بین النهرین با مصر در واقع. به نظر من تمام نکات مهمی که در مورد این کتاب می‌دونستم بهتون گفتم. سعی کردم هم خیلی خلاصه بگم و ویدیو هم طولانی نباشه. اگه احساس بکنین که منابع دیگه‌ای هم هستن که میتونین نسبت بهشون اطلاعات دینی پیدا کنین و مفیدن، ممنون میشم که هم معرفی کنین به من تو کامنت‌ها بگین و به صورت کلی نظرتون رو بگین در واقع و امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. کانال من هم دنبال بکنید، ویدیو هم لایک کنید، ممنون میشم. خیلی از من حمایت میکنه و اینکه وقتتونم بخیر و خدا نگهدار.